با عرض سلام و درود بپران خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. که دیگر از آموزش ها در بخش PLC میتسوبیشی در خدمت شما هستیم و امروز ما قصد داریم یک موضوع دیگر با نام لیبل، یعنی لیبل ها، برچسب ها در خدمت شما باشیم. در مفهوم لیبل در همه زبان های برنامه سازی هست و با نام برچسب یا که اگر کوچکی بگیم یک تخلص، همون یک نامی که بعضی از رجیستر رو ما در اینجا یک گیم تخلص میگذاریم یک برچسب. خب در قسمتی که از PLC میتسوبیشی پیشنهاد میشه برای لیبل سر اول معلوماتی کوتاه هست. در اینجا ما طبق همین منوال کتابچه‌ای که در اینجا گفتگی هست، ما اول یک معلومات کوتاه از بعضی قسم‌های مهمی که اونجا گفتگی است باید پیش از برنامه‌سازی اون معلومات داشته باشید. از همون گذر می‌کنیم، بعدا هم میریم در قسمت برنامه‌سازی کامل در بحث اینا مطرح می‌کنیم. خب لیبل یا که همون برچسب هست، یکم نمودها از لیبل ها در PLC میتسوبیشی، اساسا در قریب همه PLC این چیز هست. ما دو نمود لیبل داریم که آنها با نام‌های گلوبال و لوکال لیبل مشهورن. گلوبال یعنی همون گلوبالی میگن، لیبل هایی که گلوبالی هستن، یعنی ما کلمه گلوبال عمومی جهانی میگیم، یعنی در اینجا عمومی جهانی نه، گلوبال ها لیبل هایی که عمومی هستن در همه برنامه که وقتی که برنامه که می‌نویسیم در همه قسمت های همون برنامه شما میتونید که به همین لیبل دسترس داشته باشید. داریم لوکال لیبل ها هستن که فقط در داخل همون یک بلاک یا که همون یک فونکشن در داخل همون هستن، یا که همون یک زیر برنامه که مثال ما میسازیم در داخل همون فقط زیر برنامه هستن. شما از دیگر قسمت های برنامه با اینا دسترسی ندارید. و از همین جهت باز لیبل ها تقسیم میشن به کلاس شون، یعنی سینفشون، چی سینف دارن. چیزی از مهم از لیبل ها هم همین قسمت سینفی ها هسته. از جمله ما پیشوندوشان بینیم وریبل گلوبال داریم که ما در بارش بازی گفتیم، همون لیبلی که تیپ یعنی کلاسش گلوبالی است، عمومی است برای همه برنامه. و با داریم عمومی و دایم کانستانت است. و با داریم وریبل این وریبل همون وریبلی هست که این لیبلی هست که فقط در داخل همون یک قسم برنامه جایگیر است و اون از داخل برنامه نه بیرون می شود و با اون نه یکان معلومات داخل می شود. وقتی که ما یک زیر برنامه می سازیم، فرض کنیم ما اگر حسابای ریاضی انجام کنیم متماتیکی، داخل همون یک فرمولا ما یک چی داریم، یک تغییربنده میگیریم که همون مثال یک قسمی فرمولا را جمع تر میکنه و داخل همون ثبت میشه و بعد همون قیمتی که ما از اونجا گرفتگیم باز در داخل هم برنامه در یک جای دیگر حساب کتاب میشه. و باز داریم و کانستانت که اینم همین نمود فقط دائمیش است و مهمترین هم اینها هستن. ما وریبل اینپوت داریم، وریبل آوتپوت داریم و وریبل اینپوت آوتپوت داریم. از هم دیگر چی فرق دارن؟ که وریبل اینپوت یعنی وریبلوی هستن که ما یک معلومات داخل همون بلاک داخل میکنیم و فرض کنیم یکان ورودی x یا که یکان مموری m باشد، داخل اون معلومات داخل میشه داخل همون بلاک. و یک باز قسمتی داریم که برای خروجی است، یکان خروجی از همون بلاک ما بیرون میشود. فرض کنیم با اینم میتونه که m باشد یا که y باشد یا y باشد، که ما باز داریم وریبل اینپوت آوتپوت. این از هم دیگر چی فرق دارن؟ ما در همون یک فرض کنیم اینجا اگر فونکشن بلاک گیریم، در همون یک فونکشن بلاک ببینید هر سه اینها اینجا یک تیکی دیگر در اینجا زدگی هست که اینا فقط هر سهشون خاص، فقط یکمش هم خاصی فونکشن و هر سه دیگر اینا خاصی فونکشن بلاک هستن. یعنی همون فونکشن بلاک این مجموعی همون بلاکوی که تابعی هست که ما برای یک زیر برنامه میسازیم. بعدا هم اینا کاملا میگذاریم که اینا چی فرق از فونکشن دارن، فونکشن بلاک چیست. فقط این نمودی وریبل اینپوت ها و وریبل آوتپوت و وریبل اینپوت آوتپوت اینا خاصی همین فونکشن بلاک ها هستن. وریبل اینپوت ما در فونکشن هم داریم. ما اگر PLC دلتا هم مشاهده کنیم ما فونکشن بلاک در اونجا هم داریم. همین وریبل ها اونجا هم هستن، همین وریبل ها.
خب اینجا هم سه نوع برنامه اینجا بینید. پروگرام بلاک داریم و فونکشن داریم و فونکشن بلاک داریم. ما پروگرام بلاک هم برنامه ساده ای که ما مثلا فرض کنیم اونجا می نویسیم، فرض کنیم با زبانی لادر می نویسیم، همون زبانی آلبوری، و همونجا ما میتونیم که از وریبل گلوبال کانستانت var و وریبل کانستانت استفاده کنیم. این چهار تا در این برنامه ما میتونیم اونا ساختن. اما در وقتی که ما فونکشن میسازیم یا که فونکشن بلاک میسازیم، ببینید در فونکشن ما نمیتونیم با گلوبال وریبل داشته باشیم، نه گلوبال وریبل و نه گلوبال کانستانت داشته باشیم، نه تقریبا دایی میتونیم دوستان، نه تقریبا دایی همون خصوصی. خب سراول اینجا میگه که برای شما یک لیبل ساختن حتما باید اون را معین کنید، در حقیقت باید که شما اون را معین کنید و قسمت معین کنی داریم. اول اگر وریبل شما همون وریبل شما اگر نوعی گلوبال کی باشد، شما باید قسمت های زیرین حتما معین کنید. ببینید چه قسمت است. اول کلاس، ما کلاس که گفتیم کدوم نام، مثلا وریبل گلوبال، و دویم هم نام شما یک نامی معین همون گفتیم تخلص معین باید با اونها اعمال کنید. ببینید لیبل نیم هم جو گفته است وریبل دی اینت یک. خب بعدا هم داتا تایپ هم حتما باید که معین کنید، یعنی کدوم نوع است. اینجا ببینید دوبل گفته است، اینجا هم دوبل گفته است، دوبل ورد ساینید. و سیم هم دیوایس و ادرس حتما معین کنید. دیوایس ببینید حتما ما همین وریبل اینپوت یک ما تخلص دادیم با چی؟ با دیده، رجیستر دیده که نوعی دوبل ورد بود که در تمام هم برنامه ما هم زیر قسم هم برنامه اساسی که ما داریم در همونجا همین دیده ما علاقه تعلق با همین چی دارد؟ وریبل دی اینپوت یک، یعنی نامش که ما هنگامی که همونجا می نویسیم حتما اون همین در نظر دارد. و آدرسش هم در اینجا بینید دیگه از md0 یک d0 ده. خب باز این چی فرقیت دارد از لوکال؟ زمانی که ما اگر خواستیم وریبل ما نوعی لوکال کی باشد، لیبلش لوکال کی باشد، فقط ما کلاس معین میکنیم، نامش معین میکنیم و داتا تایپش، یعنی شرط نیست که ما در اونجا این دیوایس ببینید خط آدرس در اینجا و ما مهم نیستن اون را ما معین کنیم. خب اینا را از کجا میابیم؟ اینا را ما از کجا میابیم؟ میریم از با JX ورد را میکشویم و میبینیم که اینا اساسا در کجا هستن. از من دو برنامه میکشویم و اونجا هم به شما ساده میگیم که ما میریم قسمت کشودن FX CPU از اینجا انتخاب میکنیم فرض کردیم و اینجا هم اول میریم سیمپل پروژکت، میریم که زبانش لدر است GFC و زبانی SFC هم هست اینجا. اوکی میزنیم. خب بینید در اینجا از ما جای برنامه روزانه برنامه نویسی هست و در این قسمت اگر بینید ما یک جای داریم که با نامی variable program setting ما اینجا نداشتیم. خب در این قسمت ما هیچ global device comment نیست. در اینجا ببینید ما یگان قسمتی نداریم که برای معین کردنی همین لیبل ها، فقط ما میتونیم یک میموری را در اینجا نامش همون لیبل شکل داریم، اما نمود روزانه مخصوص نداریم که برای معین کردنی همین لیبلی که ما گفتیم، وریبلی که ما گفتیم. برای این ما از سر نوع اگر یک برنامه نو میسازیم فقط اینجا نوع پروژکت سیمپل استراکچر میزنیم، یعنی اینجا بید علاقه استراکچرید لیدر and FBD فونکشن بلاک دیاگرام نه اینجا. خب بینید بغیر روزانه که ما داریم برای برنامه نویسی، در ما یک روزانه دیگر شده که با نامی لوکال لیبل اینجا هست و بعد ما در اینجا یک روزانه دیگر هم که داریم با نامی گلوبال لیبل، یعنی ما هم
لوکال داریم و هم گلوبال در اینجا رابطنشون که داریم. در لیبل هم لوکال لیبل ما گفتیم از 3 قسمت عبارت است. فرض کنیم وریبل ما کلاسش انتخاب میکنیم و نامش میگذارم فرض کنیم ورودی 1 ورودی 1 داتا تایپش هم فقط معین میکنیم. فقط یعنی 3 قسمت گفتیم در ما مهم بود. داتا تایپ فقط بیتی و فرض کنیم باز وریبل کانستانت داخل میکنم. فرض کنیم پی قیمتش کانستانت های نوعی دوبل ورد میگیرم. نیت 3 قسم ما میتونیم که قیمتش از 3 واسه 14 وارد کنیم. این بود در قسمت لوکال لیبل. و اگر ما گلوبال که داشته باشیم گلوبال بینید برای گلوبال معین کردن فرض کنیم ما وریبل گلوبال داشتیم. خب نامش هم میتونیم که ما اینجا فرض کنیم یک نامش یکون مثال بکنیم فرض کنیم variable dot زیر خطی مثال سوما. خب داتا تایپش هم میگیریم انتخاب میکنیم نوعی ورد خیلی دوبل ورد هم نیم. خب فرض کنیم این تعلق دارد به دی 20. خب زمانی که ما میریم در برنامه خب از اینجا اگر بینید هم وریبل سوما و هم ورودی یکی ما علاقه در اینجا یافتم این چیزا. و بینید در قسمتی از گلوبال لیبل هم ما گلوبال لیبل داشتیم فقط 2 نوع بود و این بود وریبل گلوبال کانستانت. در قسمت لوکال لیبل ما داشتیم فقط وریبل و وریبل کانستانت. اما ما طبق جدولی که در اینجا با ما گفتگی است ما گفتگی بودیم حاضر که فقط وریبل اینپوت آوتپوت هم هر 3 اینا تعلق فقط به چی دارن؟ نوعی فونکشن بلاک ها دارن. یعنی ما اگر فونکشن بلاک ها اگر سازیم فونکشن بلاک از کجا میسازیم؟ فرض کردیم میریم قسمتی اینجا بینید یک fb فون داره فونکشن بلاک میریم add new دیتا ما از اینجا میتونیم که هم فونکشن بلاک یا که فونکشن سازیم. خب بریم قسمت فونکشن بلاک فرض کردیم میسازیم زبانش هم بین fbd لدر فرض کردیم مینویسیم که fb1 فونکشن بلاک 1. خب زمانی که من فونکشن بلاک میسازم بینید اینجا لیبلی فونکشن بلاک های ما علاقه ساخته شدگی است خودش به طور اتوماتیک. اگر که مثال چه بس بندیم هم در این قسمت پروگرام است و قسمت پوینتش هم لیبلش هم. قسمت لیبل اگر بریم بینید همه تغییر مانده که ما گفته بیم وریبل کانستانت وریبل اینپوت آوتپوت وریبل اینپوت آوتپوت هم همینجا هستن. این بود در بحثی لیبل و بعدا هم برنامه کامل خدا خواهد میگذاریم در بخش چگونه ساختن فونکشن بلاک و چگونه استفاده کردن همین وریبل در اونجا. فقط اینجا یک معلومات کوتاه بود در بخش لیبل.